بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بینندگان عزیز و قدر، صحابه‌ای که امروز در باره‌اش ما صحبت میکنیم مجزعه ابن ثور نام دارد. یکی از قهرمان‌ها در بین صحابگان گرام و مورخان در وصف این صحابه گرامی می‌فرمایند مجزعه ابن ثور رجل کمی باسل قتل 100 من المشركين مبارزة فما بالك بمن قتلهم في خضم المعارك. در وصف این صحابه گرامی مورخ ها می فرمایند که مجزعه مردی است شجاع و توانسته است که 100 نفر از مشرکان را در جنگ تن به تن به قتل برساند. پس آن مقدار نفرانی را که در جنگ همه شمول به قتل رسانیده است و خداوند معلوم است. حالا ببینیم که این مرد شجاع، این قهرمان ما چگونه توانست این خدمت را برای مسلمان ها، برای دین خدا ارزانی داشته باشد. و مجزعه رئیس سردار قبیله بکر بود که الله مهربان برایش میسر کرد که مشرف به اسلام گشت و یکی از نفران شجاع بود. زمانی که در جنگ قادسیه مسلمان ها فتح را به دست می آورند و چندی از صحابگان گرامی جام شهادت می نوشند و چندی دیگر باقی می مانند. از جمله آنان که باقی مانده بودند همین حضرت مجزعه هست و حسد می برد بر آنان که شهادت نوشیدند و دعا می کند که خداوند برای اون هم شهادت نصیب کرده باشد. و انتظار داشتند صحابگانی که باقی مانده بودند که حضرت عمر برای آنها نامه میفرستد و نبرد دیگری را برای آنها پیشنهاد میکند، امر میکند. و حضرت عمر چنین هم شد، نامه فرستاد به سردار لشکری که در کوفه قرار داشت، حضرت ابو موسی اشعری، که لشکر خود را گرفته و با لشکری که از بصره می آید یکجا شده به شهر توستر رسیده باشند تا یک قلعه بزرگی که آنجاست از مردم فارس آن را فتح کرده باشند. و چنین هم میکنند این صحابگان. و امر دیگر حضرت عمر این بود که به سوی ابو موسی اشعری که در لشکر خود حضرت مجزعه را گرفته باشد، همین صحابه را که ما درباره او صحبت داریم، قهرمان امروزه. و حضرت ابو موسی اشعری او را با خود میگیرد و قماندان یک گروه میگرداند و یکجا شده می آیند به این قلعه که در شهر توستر قرار داشت. وقتی که آنجا میرسند این قلعه خیلی قلعه بزرگ بود و در اطراف این قلعه یک دیوار بزرگ قرار داشت که مورخ ها میگویند چنین دیوار را تاریخ به یاد ندارد. و این چنین در اطراف قلعه خندق ها کنده شدگی بود که داخل شدن این قلعه خیلی سخت و دشوار بود. و صبر صحابه پیامبر خدا، و ببینید که این صحابگان در مکتب پیامبر خدا درس خوانده بودند و میدونستند که نفری که صبر میکند عاقبت خداوند پیروزی را برایش نصیب میکند. در این اطراف قلعه 18 ماه باقی ماندند، 1.5 سال باقی ماندند، صبر کردند، تحمل کردند و خداوند برایشان فتح را نصیب کرد. در این 18 ماه 80 حمله شد، جنگ های تن به تن. و در این جنگ تن به تن همین قهرمان ما حضرت مجزعه 100 نفر را به قتل رسانید. و شجاعت دیگری که حالا در قصه میبینیم از این مرد تاریخ شد همین بود که هر قدر خواستند کوشش کردند که داخل قلعه شوند، از سبب بلند بودن برج‌های قلعه، دیوار قلعه، نتوانستند داخل این قلعه شوند. در یک زمان یک تیری که از داخل قلعه فرستاده شد و در رأس این تیر یک نامه وجود داشت و این نامه را حضرت ابو موسی اشعری خواند و دید که در نامه نوشته شده است که یکی از سرداران داخل قلعه نوشته است که مرا هرمزان، یعنی رئیس همین قلعه، برادر مرا به قتل رسانید و در دل خود کینه دارد، روزی که دست یابد مرا هم به قتل میرساند و من شما مسلمان ها را باور دارم اگر مرا و اهل و خاندان مرا و قوم مرا شما
در حمایه خود بگیرید. من برای شما راهی را می آموزم تا شما داخل قلعه شده باشید. حضرت ابو موسی اشعری این پیشنهاد را قبول میکند، در نامه نوشته میکند و این نفر شبانگه بیرون می آید و می آید با حضرت ابو موسی اشعری صحبت میکند و میگوید که یک نفری را برای من پیدا کن که شجاع باشد و آببازی را خوب تواند تا اینکه من این راه داخل شدن قلعه را برای اون بیاموزم. و حضرت ابو موسی اشعری حضرت مجزعه را نزد خود میخواند و میگوید که از قومت یک نفری را چنین شجاع باشد و آببازی را خوب تواند انتخاب کن تا اینکه روانه کنیم با این مرد. حضرت مجزعه با شجاعت خود، با غیرت خود میگوید که هر امری که شما میکنید من خود او را اجرا میکنم. ابو موسی اشعری دعا میکند و حضرت مجزعه با این مرد روانه میشوند به سوی داخل قلعه و به یک راه میروند که خیلی راه خطرناک. این راه آب بود و جایی که با پایهای خود در داخل آب میرفت و جایی که آب بازی میکرد. خلاصه در مدت 2 ساعت یا زیادتر کوشش میکند و داخل قلعه میشوند و پیش از آن که در این راه رفته باشد حضرت ابو موسی اشعری برای اون وصیت ها میکند که راه را خوب آموخته باشد و هرمزان را بشناسد و جایی که هرمزان قرار دارد او را دانسته باشد و چنین هم میکند. رفته این راه را میآموزد، برمیگردد میآید و با 300 نفر از شجاعترین نفران را حضرت ابو موسی اشعری انتخاب میکند و با مجزعه روان میکند داخل قلعه. از سبب این که این راه خیلی خطرزا بود، راه آب بود، راهی که در آنجا تونل ها کنده شده بودند، تا داخل قلعه شدن 220 نفر در راه جان میسپارند و به 80 نفر میتونند که داخل قلعه شود و با این 80 نفر شروع میکنند تکبیرگویان و برایشان میسر میشود که درهای قلعه را باز کرده باشند و لشکر حضرت ابو موسی اشعری از این طرف داخل میشود. با خواست خداوند و با فتح خداوند برایشان نصیب کرده این قلعه را فتح میکنند. در این اثنای معرکه حضرت مجزعه یک بار هرمزان به چشمش میافتد، به او حمله میکند که مدافعان هرمزان او را نمیگذارند و دوم بار برایش میسر میشود که تن به تن با هرمزان جنگیده باشد و در این اثنای جنگ تن به تن شمشیر حضرت مجزعه به خطا می رود و هرمزان او را به شهادت می رساند. هرمزان را بالاخره اسیر می گیرند و این قلعه توستر فتح می گردد و او را می فرستند به سوی حضرت عمر و این چنین با خود تعزیه داشتند، تعزیه این که حضرت مجزعه به شهادت رسید و قبل از مرگش خیلی خوشحال می گردد. حضرت مجزعه مایوس نمی گردد برای شهید شدنش، بلکه اون امری که حضرت عمر و حضرت ابو موسی اشعری به اون داده بودند به انجام رسانید و خوشحال از دنیا می گذرد. دوستان گرامی، چند درسی که در این جا هست میخواهم برای خود آموخته باشیم. همین است که ببینید صبر صحابه گرامی 1.5 سال در اطراف یک قلعه استادگری کردند و خداوند برایشان فتح را نصیب کرد. پس هر یک من و شما امروز باید صبر را آموخته باشیم. متاسفانه بعضی از ما خیلی از صبر دور گشته ایم. حتی چند پیش یک دوست مراجعت میکرد که از روسیه به خاندان خود تلفن میکند، زنگ میزند و تلفن کمی دیر جواب میتین، یعنی عائله این برادر تلفن را فراموش کرده در خانه و وقتی که می آید تلفن را که جواب میتید در حال قسم یاد میکند این مرد که اگر بار دیگر خانه پدر و مادر رفتی تو به من طلاق. دوستان گرامی، نباید که من و شما حتی 1 ساعت حتی 1 روز اینقدر بی‌صبری را برای خود داشته باشیم، بلکه ببینید صحابه گرام 1.5 سال صبر کردند. برای ما باید این را بیاموزیم از این قهرمان خود، از قهرمانان خود که با صبر باشیم. در هر یک کاری خیلی خرد نشود که در بین اهل و عائله خود جنگ و جدال کرده باشیم و با برادر خود جنگ جدال کرده باشیم. انشاءالله اگر ما صبر را بیاموزیم خداوند برای ما پیروزی را نصیب میکند، سعادتمند خوشبخت در این دنیا زندگی را نصیب میکند. دیگر درسی که از این صحابگان گرام می شود آموخت این است که
ببینید هر نفر اگر با کسی دوست است از اون میل میگیرد. اگر یک نفر دوست عالم دارد میخواهد عالم شود و اگر نتواند هم میخواهد که فرزند یا عالم شود. و اگر نفری که با تاجر دوست است میخواهد که تجارتمند باشد. و این صحابگان که با صحابه های دیگر دوست بودند و دیدند که آنها شهادت نوشیدند، میل آنها برای نبرد شد، برای شهادت شد، خداوند نصیبشان کرد. و شاعر میفرماید که هر که گرد کره انگیشت گشت، جامه از دود سیاه زیشت گشت. هر که با عطار میگردد قرین، او همه یابد زیبایی خوش نسیم. اگر یک نفر دوستی داشته باشد که انگشت فروش باشد و وقتی که نزد او می رود جای از بدنش سیاه می شود، اگر هم که سیاه نشد حداقل همون پای افضلی که دارد در اونجا که می گردد سیاهی از اون گرفته می شود. یا این است که دوست بد خواه ناخواه برای انسان بدی می رساند. و هر نفری که اگر دوست نیک دارد، یک دوست عطر فروش دارد، وقتی نزد او می رود حتما که از بوی خوش او استفاده می کند. همین از دوستان گرامی قدر که اگر ما با دوستان خدا، با نفرانی که با خداوند نزدیکند، با نفرانی که در راه خیر هستند دوستی کردیم، برای ما ان شاء الله که در این دنیا و در آخرت سربلندی خواهد بود. و اگر با نفرانی که در راه بدن، در راه زشتند، با آنها رفت و آمد کردیم، حتما که آنها تأثیر برای ما خواهند رسانید. و از این صحابگان گرامی ما صبر را آموخته باشیم، این چنین دوستداری خود را به اهل علم کرده باشیم و خداوند شجاعت این صحابگان را برای هر یک من و شما نصیب کرده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.